سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل آشپزی با دخت پروانی. امروز برای شما آش آسان و ساده آماده کردم. خدا کنه خوشتان بیاید. این هم مواد لازمش که برای شما میگم. نخود جوش داده گرفتم، لوبیا جوش داده و عدس جوش داده و اینجا گندنه هم است یا تره گفته میتونیم. بانجان رومی 5 دانه، 1 دانه پیاز کار داریم، مرچ سیاه و نمک 1 قاشق غذاخوری، روغن هم قدر ضرورت. تره رو گرفتم، داخل دستگاه پیاز خرد کردم و اینا را قبلا ما پاک شستم به خاطر وقت کم بود. اونا را پیش از پیش همگیش شستم و لوبیا و نخود را جوش دادم. دوستای عزیز، شما میتونین امرای کارد کلان یا چاقوی کلان خرد کنید. من این را گرفتم داخل دستگاه پیاز ماندم به خاطر زود شوه. اینا را گرفتم داخل صافی یا چلو صافی که است اونجا انداختم و همچنان پیاز 1 دانه پیاز گرفتم داخل دستگاهش خرد کردم و این دستگاه خردی که من گرفتم استفاده کردم از کمارت خریدم. خیلی آسان است، 1 دانه یا 2 دانه پیاز با بینش خرد میشه. و حال بانجان رومی را گرفتم خرد کردم. دوستای عزیز، این آش مکرونی از یادم رفته، این هم استفاده میشه. حال نوبت پخته کردن رسیده که ما زیر اجاق روشن کردم و روغن انداختم. ماندم کمی روغن سرخ شوه. بعد از او پیاز انداختم داخلش. ماندم کمی پیاز هم زرد شوه. خب اونا را شور دادم که یک جای شوه. 2 دانه یا 3 دانه سیر هم اضافه کردم، انداختم که کم امرای پیاز زرد شوه. نمک اضافه کردم و مرچ سیاه را هم انداختم. گندنه یا تره را داخلش انداختم. یک چند دقیقه ماندم که تا سرخ شوه. حال بادنجان رومی را انداختم. ماندم یک 5 دقیقه که خوب رنگ بگیره.
لواب ما جور شده. حالا تقریبا 1 گیلاس آب جوش میندازم داخلش. سرش پود میکنم. چند دقیقه میمانم تا کمی آب جوش خوب جوش به همراه لواب. و حال لوبیا و نخود میندازم داخلش. خوب اونا همراه لواب یک جای شوه. و عدس رو هم میندازم. باز هم آب جوش اضافه کردم که زیر دیگ نسوزه. 15 دقیقه سرش پود کردم. ماندم که تا همگیش یک جای پخته شوه. حال آش مکرونی را داخلش اضافه کردم و 5 دقیقه ماندم که آش مکرونی هم پخته شوه. حال تاوه را ماندم. یک کمی روغن میندازم و نعنای خشک داخلش میندازم یک کمی سرخ شوه. آش ما آماده شده و حال داخل یک کاسه میندازم و سرش کمی نعنای خشک که سرخ کردم از او میندازم و 1 قاشق ماست سرش میندازیم و نوش جان میکنیم. دوستای عزیز، جای شما خالی. خیلی مزه‌دار شده. میتونید شما هم درست کنین در خانه. آشی بود که خیلی ساده و آسان بود. حال ماست خانگی درست کرده بودم از قبل. اونا را هم داخل یک کاسه میندازم. دوستای عزیز، میبینیم که آش ما خیلی مزه‌دار و خوش رنگ شده. شما هم در خانه درست کنید و با فامیلتان نوش جان کنید. دوستای عزیز، تا ویدیوی بعدی، خداوند حافظتان. و همچنان لایک، سابسکرایب و کامنت از یادتان نروه.